بچه میدونم که همتون حداقل یه واقعا میخواستید که دوستتون تو مایکافت تو مبارزه حتما بهتون شکست بدید. این چند کاری که بهتون میگم و توی بیستاتون بسازید تا پلیری نتونه تو بیستون از دست شما زنده بمونه. شما داریدم فقط انشالله تا بیاد استاپ میکنم که وقتتون رو نگیرم. خیلی مسخره در یک جا برای ساخت و ساز. حالا چون اینجا جاهای تو هوای زیادی داره میخوام اول هواپیما یادتون میدم. یا توی این این آیتمایی که بهتون میگم اسلایم اسلایم این وسایلی که من برمیدارم آیتمی هست که خیلی مهمه. یکیش اینه و دومیش اینه. این دو آیتمی که از مهمترین ها دیگه این و یه دانه کجاست این حالتی شده منم خب نه اینجوری بیاین خدا کن یادم باشه چی کار کرده. بیا یه دونه از اینا و بذارید اینجا یکی از اینا بیاریدش اینجا دو تا اسلایم اینه اسلایم که گذاشتید و یه دونه از این بده بذارید یه دونه از این یه دونه از اینا یه دونه خب بیا اینجا بازی لگ داره اینجوش کنیم کنوبلی میلایی یکی بزنیم اینجا همچین طور هواپیمایی بهش برید نمیدانم بزنید به حرکت میافته و میره جلو. همینگیر این چه بدرده خب حالا جنگ میخوره. الان بهتون میگم اگر میخواین باش به جنگی بروید باید کارهای دیگه هم بکنید. تو بلو باید گیر میکنم هم ویدیو استوم کنم که یکی ویدیو بسازم. و بچه ها حالا شما باید اینجا که نظمه باید اینجا بیا اینا اینجا بیدون بذارید و داخلشو خب تو این هواپیما میگم باید یه اسکای دیگه بذارید و بذارید اول یه روی تو هوا ناورد شه ولی 64 تا TNT داخلش بگذارید. یکی اینجا بذارید یکم با بذارید پشت روشن شه. بله اینجا یه جایی هست که توموز میگیره خود به خود بازی لگ میگیره بازی خیلی لگ داره. اینجایی که من رو ایفوشتم به قیمت ساخته هیچ اصلا مناسب نیست بازی خیلی باری شد. الان اگه شما توی اینو پاس TNT کنید که امکان